با تنها اژدهای واقعی جهان آشنا بشیم. اژدهای کومودو. این موجود نه تنها به عنوان بزرگترین مارمولک جهان، بلکه به عنوان یکی از ترسناکترین و کشنده ترین شکارچیان طبیعت هم شناخته میشه. در این ویدیو با حقایقی حیرت انگیز و ناشناخته درباره این شکارچی افسانه‌ای آشنا میشیم. پس تا آخر این ویدیو با ما همراه باشیم. اژدهای کومودو سمیه. اژدهای کومودو یکی از سمی‌ترین مارمولک‌های جهانه. برخلاف مارها که زهر خودشون رو از طریق دندانهای نیش تیزشون به بدن قربانی خودشون تزریق میکنن، زهر اژدهای کومودو از طریق زخمهای بزرگی که این حیوان با گاز گرفتن ایجاد میکنه وارد بدن قربانی میشه. علاوه بر این بهداشت دهان و دندان اونها وحشتناکه. تکه های گوشت گندیده در دندونهاشون گیر میکنه که باکتری های مضر رو به رشد تشویق میکنه. این به این معنیه که شکار ممکنه از دست اژدهای کومودو فرار کنه، اما راه فراری از زهر کشنده اون نداره. اژدهای کومودو شکار در حال مرگ رو با استفاده از حس بویایی قوی خودش تعقیب کرده و در نهایت اون رو میخوره. اژدهای کومودو میتونه حیواناتی بسیار بزرگتر از خودش مانند آهو، گراز وحشی و گاومیش آبی رو از پا در بیاره. اژدهای کومودو دارای دندانهای کوسه ماننده. اژدهای کومودو دارای 60 دندانه که بیشترین تعداد برای یک خزنده محسوب میشه. دندانهای این حیوان اغلب با دندانهای کوسه مقایسه میشه چون بسیار تیز و حالت دندانه‌دار منحصر به فردی داره که به این حیوان برای برش گوشت کمک میکنه. این دندانها نقش مهمی در مسموم کردن شکار دارن. لثه های اژدهای کومودو به اندازه‌ای ضخیمه که نمای بیدندون رو برای دهن این حیوان ایجاد میکنه. اما نباید گول این ظاهر رو بخورین چون اژدهای کومودو میتونه تقریباً هر حیوانی رو با یک گاز از پا در بیاره. اژدهای کومودو گوشتخوار قهاریه. اشتهای اژدهای کومودو با اندازه اون مطابقت داره. این مارمولک بزرگ میتونه در یه وعده به اندازه 80% وزن بدن خودش غذا بخوره. وعده های غذایی بزرگ و روند نسبتاً کند گوارش اژدهای کومودو رو وادار میکنه که پس از خوردن غذای خودش زیر آفتاب استراحت کنه. گرما به عملکرد درست گوارش این حیوان کمک میکنه. پس از پایان گوارش، مواد گوارش نشده مانند شاخ، مو، دندان و قسمت‌های دیگه به شکل یه توپ بالا آورده میشن. به واسطه گوارش نسبتاً کند و مصرف غذایی زیاد در یه وعده، اژدهای کومودو میتونه با خوردن یه وعده غذایی تا یه ماه زنده بمونه. اگه تا اینجای ویدیو رو لذت بردین، حتما ویدیو رو لایک کنین. کومودوها در صورت نیاز استفراغ میکنن. کومودوها وعده های غذایی بزرگی میخورن و شکمی دارن که به راحتی منبسط میشه تا وعده های غذایی بزرگ رو در خودش جا بده. اگه اونها نیاز به فرار از چیزی داشته باشن استفراغ میکنن تا خودشون رو سریعتر و چابکتر کنن. اژدهای کومودو گاهی اوقات هم نوخواری میکنه. گاهی اوقات به طور معمول وقتی غذا کمیابه اژدهای کومودو از هم نوعان کوچیک خودش هم تغذیه میکنه. به همین دلیله که کومودوهای جوان زمان زیادی رو بالای درختان سپری میکنن. اونها چنگالهایی برای انجام دادن این کار دارن، اما با گذشت زمان برای بالا رفتن از درخت بیش از حد سنگین میشن. اژدهای کومودو میتونه نسل خودش رو از طریق بکرزایی ادامه بده. در سال 2006 پژوهشگران تایید کردند که اژدهای کومودو ماده میتونه بدون ارتباط با حیوان نر و از طریق فرآیندی به نام بکرزایی تولید مثل کنه. زمانی که هیچ اژدهای کومودوی نری وجود نداشته باشه، حیوان ماده به دلیل اینکه دارای کروموزوم‌های جنس نر و ماده است، همچنان میتونه طی فرآیند بکرزایی و بی‌نیاز از حیوان نر تولید مثل کرده و تخم‌های بارور بذاره. اژدهای کومودو ماده که از طریق بکرزایی تولید مثل میکنه تنها میتونه بچه‌هایی با جنسیت نر به دنیا بیاره.
بچه کومودوها برای ایمن ماندن در مدفوع خودشون غلط میزنن. بچه اژدهای کومودو بودن خطرناکه، چون بزرگترها اونها رو وعده غذایی بعدی خودشون میدونن. به همین دلیله که کومودوهای کوچیکتر اگه بتونن از همراهی با بزرگترها اجتناب میکنن. همچنین اژدهاهای کومودو بوی مدفوع خودشون رو دوست ندارن. بنابراین بچه ها در اون غلط میخورن تا کومودوهای بزرگتر و گرسنه رو از خودشون دور کنن. اژدهای کومودو خزنده چابکیه. یافته های پژوهشگران نشون میده که به لطف سازگاری ژنتیکی متابولیسم اژدهای کومودو بیشتر شبیه به متابولیسم پستاندارانه که این شرایط برای شکار مفیده. اژدهای کومودو به رغم اندازه بزرگ خودش مارمولکی با سرعت و استقامت بالاست. این حیوان میتونه با سرعت 20 کیلومتر بر ساعت بدوه. قبل از اینکه بریم سراغ مورد بعدی حتما چنلمون رو ساب کنید و زنگوله رو هم بزنید که اولین نفری باشید که ویدیومون رو میبینید. اژدهاهای کومودو با زبونشون بو میکشن. زبون اژدهای کومودو برای تشخیص طعمه مهمه. اغلب اوقات اژدهاهای کومودو با استفاده از حس بویایی خودشون غذا رو تشخیص میدن، اما مانند ما این کار رو نمی کنن. در عوض اونها زبان چنگالدار دراز و زرد دارن. هنگامی که اون رو از دهن خودشون بیرون میندازن، زبان اونها مواد شیمیایی رو به اندامهای ژاکوبسون که روی سقف دهن اونها قرار داره منتقل میکنه و بوها رو استشمام میکنن. اونها میتونن گوشت گندیده رو از فاصله 4 کیلومتری تشخیص بدن. کومودوهای بزرگتر تنبلن. کومودوهای بالغ بزرگ میتونن به طول 3 متر و وزن 140 کیلوگرم هم برسن. حرکت دادن چنین جسم بزرگی انرژی زیادی مصرف میکنه. در حالی که کومودوهای کوچکتر به دنبال طعمه خودشون میگردن، بزرگترها به سادگی میشینن و منتظر میمونن تا طعمه به سمت اونها بیاد و سپس هجوم میارن. به نظرتون کدوم ویژگی این حیوان از همه‌شون شگفت‌انگیزتر بود؟ برامون کامنت کنین. و اگه به دیدن این قبیل ویدیوها علاقه دارین، پس ویدیویی که الان روی صفحه میبینین رو از دست ندین که در اون واقعیت‌های جذاب در مورد کشنده ترین و خطرناک ترین مار جهان رو بهتون گفتیم. برای ماجراجویی‌های بیشتر با کانال تاپ 10 بست همراه باشین.